بازیگری که خیلی من دوست دارم شهاب حسینیه. کاری نداری من برم؟ نه هادی اینجوری کارگردانیه که خیلی دوست دارم. خیلی زشت بود به نظرم. اگه یه یه نشیه الکی کردی بعد مثل من که دوباره بگی دوباره بگی. مرداد بازیگر مورد علاقه تو کیه؟ ببین من حالا نه اینکه بخواد جلوی هادی باشه نه ولی هادی رو خیلی دوست دارم. مرداد بازیگر مورد علاقه تو کیه؟ حالا الان اتفاقی هم از هادی هم اینجاست، ولی واقعا هادی برام اوله، بعدش دیگه بقیه اسما تو ذهنم میاد، ولی واقعا شماره یک من هادی. بهترین بازیگر ایران کیه؟ سوال خوبی. نه اینکه حالا چون یه جا هستیم توی برنامه هستیم ولی مرداد نخم دیگه. حالا نه اینکه توی برنامه هستیم. چرا؟ میتونم نخندم، از تو بخندم ولی تو نفهم.